سلام آقا، بختک هستم. خوش اومدید به این ویدیو. چند وقت پیش یه عکسی توی فضای مجازی وایرال شده بود که حالا چی بود؟ شرک از بتمن حامله شده بود و خب بچه‌شون هم سونیک بود و این مریض ترین چیزی بود که هر انسانی میتونه توی عمرش ببینه، یا حداقل اینطور فکر میکردم، چون برای این ویدیو داشتم دنبال چند تا مورد این شکلی دیگه میگشتم و خب دیگه چشاتون روز بعد نبینه یه چیزایی پیدا کردم عمرم اگه شب خوابتون ببره. هشدار این ویدیو برای افراد با مقاومت ذهنی پایین به هیچ وجه توصیه نمیشه. پس اگر میخواید شب راحت و آسوده لالا کنید ویدیو رو نبینید، نه یعنی ببینید. بریم همین اول کار رو سمی شروع کنیم. هری پاتر و ولدمورت، یعنی کثافت تر از این نمیشه درست کرد، اصلا نمی گنجه. چرا؟ در دوران گذشته یک سری افراد با چشمان بادومی و با بدنی بزرگ جثه میزیستند به اسم مغول‌ها که به وحشی بودن معروف بودن و خیلی شجاع و نترس بودن، ولی اگر این شیپ رو ببری بذاری جلوشون جیغ میزنن و فرار میکنن و خیلی باید شعور باشید که از این دوتا فن آرت عاشقانه طراحی کنید. این دوتا آخر داستان افتاده بودن به جون هم، خواستن همدیگه رو بکشن. میای چی پیشون میکنی؟ مورد بعدی از بازی The Last of Us هستش. یه دقیقه صبر کنین. خب حله، اسپری ضد FBI زدم چون که بعد از معرفی این شیپ FBI در اتاقمو میشکنه و میاد و میبره منو توی تیمارستان بستنی میکنه و خب من واقعا به اون بستنی شدم توی تیمارستان نیاز دارم. خیلی آسیب روحی وارد شد. جوئل و الی. جوئل یک مرد 40 ساله است و الی یک دختر نوجوانه. یعنی آره، البته ایل توی نسخه دوم دلس آفاس بزرگ میشه. الان ما منظورمون همون نسخه دلس آفاس 1 هست. حالا اونو ول کن، تو خود نسخه دوم هم همچین اوکی نی. جوئل سن پدرش داره، اصلا این دیگه شوگر ددیش محسوب میشه. اصلا اونو ولش کن. دقیقاً چه چیز عاشقانه ای بین این دوتا دیدید؟ اگر هم عشقی دیده باشید مطمئن باشید اون عشق پدر و دختری بوده، نه چیز دیگه. اگر هم چیزی غیر از این دیدید یعنی اینکه بعد حتما در اسرع وقت برید پیش یک مشاور روانشناس. یه زمان یک بحثی که خیلی بین سریال بازا وجود داشت و کاملا رو اعصاب بود این بود که بریکینگ بد بهتره یا گیم آف ترونز، که من خودم میگم بریکینگ بد. حالا ولش کن، این شیپ از بریکینگ بد هستش. والتر وایت و جسی پینکمن که این یکی همچین بگینگی والتر شوگر ددی محسوب میشه دوباره. حالا سبای از اون باز صد رحمت به جوئل و الی، باز یه محبتی دوستی چیزی بینشون بود، ولی بین والتر وایت جسی هیچ محبتی نبود واقعا. حالا نمیخوام اسپویل کنم ولی خب اونایی که دیدن میفهمن من چی میگم. این یکی خلوص کثافت بودنش پایینه ولی جالبه. بتمن و مرد عنکبوتی. هیچ وقت توی گوگل سرچ نکنید بتمن ایکس اسپایدرمن. اصلا بتمن مال دیسیه، اسپایدرمن مال ماروله. چرا؟ من واقعا هیچی به ذهنم نمیرسه. این یکی کثافت ترینه، یعنی هیچی باش نمیتونه مقابله کنه. کثافت ترینه. پوکمون رو نمیدونم میشناسید یا نه. پوکمون در واقع یه انیمه است که بالای 1000 قسمت داره اگه اشتباه نکنم، یعنی خیلی درازه و خیلی قدیمیه. بعد این سری 2 تا شخصیت اصلی داره. اش که همین پسر بچه است که در طول 20 سال یه ذره هم تغییر نکرده، یعنی جاودانه است قشنگ. تو 20 سال یه ذره هم پیر نشده. و پیکاچو همتون میشناسیدش، یعنی شناختن که نه، یعنی در این حد که همتون عکسشو دیدید، یعنی تا حالا دیدین اینو. و خب بله دیگه، درست حد زدید. پیکاچو با اش شیپ شدن. واه چه کوفری. پیکاچو اصلا آدم نی، اصلا حیوان هم نی. اونو ول کن، اش بچه است. هنو به سن قانونی که هیچی، به سن بلوغ هم نرسیده. کدوم بیشور اینا رو میسازه؟ این یکی شیپ خیلی عجیبه و واقعا نمیدونم قضیهش چیه. شرک یک طرف قضیه است، اون طرف قضیه سونیکو خیلیاتون دیدید و همتون میشناسیدش. و یک شخصیت داره به اسم شادو، همون سایه. یک شیپی وجود داره که خیلی محبوبه، یعنی
اصلا چرا محبوبه؟ چون اگه یه سرچ ساده بزنید کلی فن آرت براتون میاره. شرک با سایه شیپ شدن و من واقعا نمیدونم قضیهش. اینترنت خیلی جای ترسناکیه میدونی. اصلا چه ربطی به هم دارن اینو من نمیفهمم. حالا اگه یه عکس رندوم دیدی میگفتیم اوکی، ولی کلی فن آرت ازش وجود داره. اوه نه لیدی باگو که دیگه همتون میشناسید، دختر کفشوزکی. ولی خب خیلی ندیدنش، بیشتر بچه‌ها دیدنش. من خودم دیدمش تا آخر جایی که اومده دیدمش. دهنی که داشتم دیدمش میگفتم وای چقدر قشنگه، چقدر خفن سریاله. ولی بعد از اینکه دیدمش اینجوری بودم که واقعا چرا من نشستم 4 فصل از اینو نگاه کردم. برای درک اینکه چقدر این شیپ مزخرفه لازم نیست که حتما دیده باشینش، چون که شخصیت اصلی اسمش مرینته و 14 سالشه و حالا با کی شیپ شده؟ با پدر یکی از همکلاسیاش که موهاش سفیده و فکر کنم 40-50 سالش باشه. اسمش گابریل اگریس هستش. بابای همون ایدریانه، همون پسر موزرده است و گربه سیاه، بابای گربه سیاه. و مرینت با این یارو بابای گربه سیاه شیپ شده. یک انیمه وجود داره به اسم بوکونو هیرو آکادمیا یا حالا انگلیسیش مای هیرو آکادمیا، مدرسه قهرمانانه من. و یک شیپ خیلی معروفی وجود داره که خیلی معروفه، آلمایت با دکو، یعنی همون میدوی ایزوکو، همون شخصیت اصلی کرم بروکلی دوست داشتنی خودمون. این یکی هم در حد موردهای قبلی کثافته. البته به کثافت که دختر کفشوزکی با بابای گربه سیاه نیست، ولی خب کثافت دیگه. آلمایت جای پدرشه. بعد یه چیز دیگه من اینو واقعا نباید بگم، چون بگم مطمئنم که شب خوابتون نمیبره. حداقل بذارید یه درخواستی ازتون بکنم، به هیچ وجه سرچش نکنید، به هیچ وجه. آلمایت و دکو نه تنها کلی فن آرت دارن، کلی هنتای هم دارن. یعنی آلمایت دکو آره لطفا سرچش نکنید، برای خودتون میگم. برام پیامک اومده. چی؟ از طرف FBI. اگر یه شیپ اینجوری دیگه معرفی کنی، حتی اگه کل اون اسپری ضد FBI هم روی خودت خالی کنی، میایم و میبریم تو توی دور افتاده ترین جزیره دنیا زندانیت میکنیم. واو به فنا رفتم. anyway بریم شیپ بعدی. مورد بعدی یه انیمیشن بود بچگی پرشین پخشش میکنه. حالا کلا تو اینترنت ما میدیدین، همتون فکر کنم دیدینش دیگه تو بچگی. آبشار جاذبه یا همون گراویتی فالز که خب دو تا شخصیت اصلی داشت که دو قلو بودن. یه دیپر همون پسره بود، یه میبل. من نمیدونم که کدوماتون تا آخرش نگاه کردین. آخه پرشین تو ناقص پخشش کرد، فصل 2 پخش نکرد، فقط فصل 1 پخش کرد. این انیمیشن یه شخصیت منفی داره به اسم بیل سایفر، یه مثلثه. و خب حالا دیگه میبل رو با بیل سایفر شیپش کردن. من خودم واقعا باورم نمیشد تا اینکه رفتم یه سرچ زدم و میخوام مغزمو بسوزونم. تو کامنت ها یک برند خیلی معتبر از وایتکس یا اسید، حالا ترجیحاً اسید باشه، معرفی کنه. خیلی واقعا مغزم بهش نیازمند شده. اونی که این شیپو طراحی کرده قطعا برای جامعه خطرناکه و اما آخرین شیپ همیشه من بهترینو برای آخر سر میذارم. پس آماده باشید، قراره تمام نورون های سلولی گلوبولی مغزتون آتیش بگیره و خاکستر بشه. یادتونه که گفتم شریک با اون یارو سیاه از سونیک شیپ شدن؟ در واقع این دوتا شیپ نشده بودن، این دوتا پدر و پسر بودن. جالب شد. چرا؟ در واقع شریک با باب اسفنجی شیپ شده و این یارو سیاهه در واقع بچه‌شونه. و از اونجایی که شریک خیلی چیزه، یعنی خودتون میدونین چیه، به پسر خودش هم رحم نکرده و با پسر خودش یعنی همون سیاهه یعنی سایه وارد رابطه شده و به باب اسفنجی خیانت کرده دیگه. فرض کن به همسرت خیانت کنی، حالا با کی به همسرت خیانت کنی؟ با بچت، با پسرت. بله شریک یک لاشی کثافته که فیونا رو طلاق داده و رفته با باب اسفنجی ازدواج کرده و در همون حین با بچه‌ش به باب اسفنجی خیانت کرده. و خب باب اسفنجی وقتی که فهمید شریک داره بهش خیانت بکنه، تصمیم میگیره که اونم به شریک خیانت کنه. پس میره با اختاپوس میریزه رو هم و اختاپوس هم میزنه باب اسفنجی رو حامله میکنه. و باب اسفنجی بچهش به دنیا میاد و عکسش میتونید ببینید. ممنون که ویدیو رو دیدید. بخت هستم. اگر لایک نکردید لایک کنید، توی کامنت ها به هم یک برند معتبر اسید معرفی کنید و سابسکرایب بکنید. ببخشید واقعا خسته شدم. تا درودی دیگه. شت FBI اومد. بدرود. داره در میره بگیرین پدرستگو. نه ولم کنید. سوژه با موفقیت دستگیر شد.